این مدل عدسی به خاطر خوشمزدگیش تو خونه ما خیلی طرفدار داره. صبحانه، ناهار، شام همه وعده‌ها میتونیم بخوریم و کیف کنیم. اینطوری درستش میکنم که حتما از عدس ریز استفاده میکنم که خیلی عدسی و خوشمزه تر میکنه. میذارم عدس‌ها رو با 2 تا سیب زمینی درسته بپزه. اون طرفم پیاز داغ و اصلا از پیاز داغ آماده استفاده نمیکنم. سیب زمینی که پخت همراه با 2 تا ملقه از عدسام که پخته شدن برمیدارم، شروع میکنم به کوبیدن، حالا با گوشت‌کوب یا میتونیم بریزین تو غذا ساز، فقط اینکه کاملا پوره بشه. پیازام که سبک شد ادویه ها رو اضافه میکنم در حد 1 دقیقه نه بیشتر. تفت میدم که عطرشون بلند شه. ربم اضافه میکنم، سرخ میکنم. حالا عدسای ما پخته است، فقط باید بره که طعم بگیره. با این مواد پیاز داغ و رب طعم خوب میگیره. با اون سیب زمینی هم که کوبیدیم یه غلظت عالی میگیره که اصلا دیگه نیاز به آرد نداره. اینا رو که اضافه کردیم درشو میبندیم حدود نیم ساعت با شعله ملایم بره که جا بیفته. آب لیمو ترش تازه، نمک و کره که دیگه تیر آخره و خیلی خوشمزه‌اش میکنه. اینا هم حتما بهش اضافه بکنین. در نهایت هم کنار لیمو ترش تازه، سبزی خوردن و نون تازه نوش جان کنین و کیفشو ببرین.